برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. قل للذي يسعى لإرضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا بیا با خوبان باش بر سفره قرآن با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن. ابو بکر و عثمان، علی کرار و عمر ابن خطاب و نبی اکرم، همه در یک راهن، یک خط و یک مقصد، یک مذهب و مکتب، خورشید اسلام. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. یا الهی یا خدا، همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. یا الهی یا خدا، همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن.
کفن در راه آزادی شهیدانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، اعمار استعمار از ما هراسان است. کفار شرف و غرب هر لحظه لرزان است، هر لاله صحرا خون شهیدان است. با خون خود ما زینتی دشت و بیابانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، اعمار استعمار از ما هراسان است. کفار شرف و غرب هر لحظه لرزان است، هر لاله صحرا خون شهیدان است. با خون خود ما زینتی دشت و بیابانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم، پروانگان رای حق و عدل قرآنیم. گلگون کفن در راه آزادی شهیدانیم. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته وامشي به يسعى معي. آخرین کاری که دشمن ممکن بر ما بکنه است که ما را بکشه. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم. آرزوی ما هم است که در راه الله کشته شویم. يسعى معي كل الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك أمطروا. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. يا رب لي ظن جميل وافر قدمته وامشي به يسعى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. حضار گرامی، برادران مؤمن، به سلسله تعقیب خطبه های قبلی ما در مورد منزلت و جایگاه صحابه کرام که با نصوص آیات الله متعال تعدیل و تزکیه صحابه کرام شده، سلسله ما با آیت دیگری که در سوره حشر است سر میزنیم. میبینیم که الله متعال جایگاه صحابه را چه قسم برای بندگان خود معرفی میکنه. جنگایی که در بین مسلمان و کافر واقع میشه، اگر مسلمان ها غلبه حاصل میکنه، با زور و تسلط مال و ملک کفار را احراز میکنن، در منطقه خود میارن، او را به نام غنیمت یاد میکنه. اما اموالی که از طرف کفار بدون جنگ به دست میآید، او را به نام فی یاد میکنه. زمانی که مهاجرین هجرت کردند در مدینه منوره،
مردم مدینه منوره کدام جانفشانی و فداکاری، اخلاص و صداقت و ایثار قربانی که انجام دادن، تاریخ واقعا شاهد و گواه این معامله نیک انصار است. از طاقت خود بالاتر در مورد جایگاه مهاجرین و اهتمام کردن. مهاجرین آنقدر بدیده قدر به نظر احترام بزرگ می دیدن که حتی برادر نسبی خود را به مو مرتبه نمی بینه. الله متعال بعد از هجرت پیامبر علیه الصلاة و السلام یک سلسله کامیابی ها برای مسلمانان نصیب کرد که گاهی غنیمت های به دست می آمد و گاهی اموال فی که بدون جنگ و تسلط به دست مسلمانان می رسید. صحابه کرام با وصفی که دو طایفه مهاجرین و انصار، اینمی مال فی برای کی داده شود؟ یک سلسله نزاع در این مورد شاید واقع می شد که اینمی مال فی باید برای کی تقسیم شود و چگونه تقسیم شود. الله متعال نمی خواست این جماعت بزرگی که با ایمان و صداقت و محبت در بینشان زندگی را اختیار کرده و برای دفاع از دین از یک جاغه سر کشیدن، متحدانه و یک مشت در برابر دشمن مبارزه میکنه، نمیخواست الله متعال نزاع پیدا شود و سبب فروپاشی مهاجرین و انصار شود. الله متعال برای استحقاق امی مال فی آیات را روان کرد، ولی این آیات ها نه تنها که بیان استحقاق مال فی بیان میکنه که کی مستحق مال فی است، بلکه در ضمن صفات برگزیده‌ای که در این طایفه ها وجود داره الله متعال انگشتنما میکنه. صفات برگزیده صحابه کرام درس عظیم به ما میده که صحابه چی صفات داشتن و یا در مورد صحابه کرام چی نظرات انسان داشته باشه. خصوصا در آیه بعدی، بعد از صفت مهاجرین و انصار برای او طایفه هایی که آینده تا روز قیامت در نقش قدم صحابه روان میشه، در مورد صحابه چی نظریات و چی معتقدات داشته باشه. الحمدلله اگر الله متعال انتظام تزکیه صحابه کرام نمی کرد، انتظام تعدیل صحابه کرام نمی کرد، شما می دیدی که امروز سر دین چقدر بازی ها می شد و این دین مردم چقدر به مسخره می گرفت و چقدر تاخت و تاز می کردن، اعتراض و انتقاد می کردن و می گفتن که این دین هم جور شدگی از بعضی علما و افکار بعضی مردم و دانشمنداست، مثل که در مورد انجیل امی نظرات و در مورد تورات امی نظرات حتی در پیروان خود تورات و انجیل موجود است. خو الحمدلله که الله متعال ضمانت دین پیامبر علیه السلام کرده برای از اینکه راههای طعنه و راههای اعتراض دیگه مسدود شود. الله متعال خود خواست که طایفه منصوره و یاران پیامبر علیه السلام تزکیه کنه، صفات ازی را برجسته بسازه و هر کس که صفت داشته باشه کسی در مقابلش چیزی گفته نمیتونه. مالی میبینیم که همون مردمی که صحابه را طعن میگه کدام مردم شمار میشه؟ آیا دو سه گروهی که الله متعال در جمله مسلمانا معرفی میکنه دو سه گروه شامل است، یا گروه چهارم خارج از سه گروه واقعی مسلمان است؟ برای خود به خود برای ما و شما واضح میشه. الله متعال بیان میکنه که مال فی للمهاجرین للفقراء المهاجرین، برای اشخاصی که فقرا هستند واقعا توانمندی داره. در نظام مقدس اسلام سهم یا حصه‌ای که به کسی داده میشه برای خود وجه داره، برای خود توجیه داره، اما طور یک مال به کسی داده نمیشه. الله متعال که مصارف زکات بیان میکنه برای ما امو مصارف زکات وجهش بیان میکنه که چرا برای از یا زکات داده شود. فقیر کسی است که توانمندی نداره، مال زندگی نداره، او محتاج است به سبب و بیگاه خود. مهاجرین مردمی هستند که از دیار خود هیچ چیزی رمقت خود نبرده و اونجا زندگی را اختیار کردن. نه زمینداری است که زراعت بکنه چیزی را به دست بیاره و نه او قدر مال اضافه داره که تجارت بکنه و نه آنقدر موقع بیکاری برشان میسر میشه که راه صنعت و پیشه را در پیش بگیرن، بلکه واخو پاسداران اسلام بودن، شب بروز پیرداری نظام اسلام میکرد. فقط گوش به این گرفته بودن که کی آواز و نعره جهاد میشه و ما طرف سنگر بدویم. از او خاطر موقع کار کردن و برابر کردن وسایل معیشت برای این مردم آماده نبود.
الله متعال فرمود که مال فی حق فقراست. کدام فقرا؟ المهاجرین، او کسانی که هجرت کردند. کدام مردم هستند؟ الذین، او کسانی که اخرجوا من دیارهم، به زور کشیده شدن از خانه هایشان، کاشانه خود مانده، زحمت و محنتی که در خانه و در تعمیر خانه، در قشنگی و زیبایی خانه خود کرده انجام داده، امروز وادار هستند که کاشانه خود بگذارند و راه سفر در پیش بگیرند. چرا؟ گناه چی بود؟ جرم چی بود که آیا مردم منطقه علیه از وا قیام میکنه و ما را نمیگذارند که حتی در خانه خود زندگی بکنه؟ آیا مال کسی را دعوا کردن؟ آیا سر حق کسی کدام ادعای موجود بود؟ آیا بر حقوق دیگران چیزی تعرض میکردن؟ کلا و قطعا نه، بلکه به مردم میگفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و یک نظام الله تسلیم شوید، عبادت یک الله را اختیار بکنه که فلاح و کامیابی دنیا و آخرت نصیبتان شود. او مردمانی بودند که فقط راه و نقش و قدم پیامبر را تعقیب کردند در حالت سختی، در حالتی که کسی با پیامبر حتی دست نمیداد، به خاطری که کسی را متهم نکنه که امرای پیغمبر دوستی داره. مثل که امروز همینطور صحنه ها برای مردم حق پرستم میآید. مردم حتی در یک موقع یک عالم ختمه دستپرسی نمیکرد. ما پشتش دویده رایی بودم که بعد از خیلی مدت ما ایره دیدم قطش مانده نباشی بکنم، لیکن او جناب خود کناره میزد به خاطر ازی که مردم مرا به دستپرسی امرای مولوی صاحب نبینه، به خاطری که من متهم نشوم. او روزگار و ساعتی است که کسی با پیامبر نزدیک نمیشد، ولی اولین شخصی که با پیامبر همراست و همه مشکلات پیامبر دوش پیامبر متحمل میشه ابوبکر رضی الله عنه است. و بعد از او صحابه که ایمان آورده که شکنجه میشن و مردمی که مردم در مقابلش قیام میکنه و نمیگذارن در خانه خود زندگی بکنه، مجبور میکنه به دار هجرت. قرآن کریم همین صفات ها را بیان میکنه، الله متعال همین نکته ها را بیان میکنه. امروز مردمی که حتی طریقه وضوی خود نمیدانه علیه امچو صحابه کرام تعن و لعن بگوید. شما قضاوت بکنید که این مردم کدام مردم هستند؟ این مردم کدام مردم هستند؟ خوشدار اسلام برای تعمیر و برای ترقی اسلام کار میکنه، یا نکی نعوذ بالله امو وظیفه که نصارا اموال انگفت خدا، یهود اموال انگفت خدا خرج میکنه برای تخریب دین، لیکن وظیفه شانه این مردم انجام میده. کدام کار انجام میده؟ کدام کار میکنه؟ قرآن برای ما میگه از خانه های خود بیرون کرده شدن، خود نبرآمدن، وادار شدن که یا دیگه خانه را ترک بکنه. قرآن برای ما میگه دیگه صفتش و اموالهم، مال ملکت خودشان بود، حتی قط خود نمیتونستن ببره. راه و مسیر مدینه از مکه مکرمه خیلی دور است، راه سفر است، این قط خود پشت کرده برده نمیتونه. مردم مال و خانه و کاشانهشان به جا مانده و صرف به خاطر حفاظت دین و برای انتشار دعوت دین و برای نصرت دعوت پیامبر علیه السلام راه هجرت در پیش گرفته. صفت هر کس کمایی کرده نمیتونه، صفت هر کس کمایی کردن نمیتونه که ما از همه مال و منال دنیا و حتی اولاد خود، اقربا و خویشای خود تیر شوم و فقط یک راه دین در پیش بگیرم، شب و روزی خود برای فدای دعوت دین نظر کنه. اینطور هر کسی صفتها را پیدا کرده نمیتونه. قرآن امین نکته ها را بیان میکنه. ولی بسا اوقات زمانی که سیلوار کاروانا شروع میشه از هجرت، باز میبینی که در بین مردم خیلی زیادی در او کاروان شریک میشه، اما هدفشان دعوت دین، جهاد در راه اسلام و حفاظت دین خود نمی باشد، بلکه منظورشان گپای دیگری است. مهاجرینی که از این وطن ما و شما رفتن ما دیدیم، کسانی بودند که فقط اینجا نارام شدن، خانه و کاشانهشان زیر بمباردمان و زیر تهجم لشکریا قرار گرفت. او به این نیت نرفت که من پس نصرت دین الله را بکنم، رفتن در پاکستان خود رساندن و بعد از او در لندن، در دنمارک، در امریکا، در روسیه، در همه ممالک اروپایی آواره شدن. امروز هم خود مهاجر میگه، غلط گپ میزنه. او مهاجر گفته نمیشه، او راحت طلب است، او آسایش طلب است، او وطنی آرام کار داره. نمیگه که دین در اونجا زنده است یا نه، مراسم دینی را در اونجا انجام داده میتونم یا نه.
امروز اولادشان خودشان تحصیل کرده برای ما قیداره میگذاره که در پانتون فلان قسم استاد مقرر شوه. افسوس است که امروز همین ملت بخیزه که شما کجا بوده؟ شما دلسوز ملت بوده یعنی که ملت ترک کرده به دشمن واگذاشته؟ کدام مردم بوده؟ هوش کنه که شما این نعوذ بالله شعار پردازی های از و چهره مجاهدینی بر حق ما را زیر سوال نبیاره که یک تعداد به نام مجاهد واقعا دزدی کردن، غصب کردن، نام دین بد کردن. و کل مردم مجاهد پرور افغانستان به این نظر باید نبینه. اینجا اون مردمی بود که خالص به خاطر رضای الله جهاد کرد، اما امروز راه زراعت و زمین خود در پیش گرفته، راه دکانداری خود در پیش گرفته، راه معلمی خود در پیش گرفته. یک وجب زمین کسی را غصب نکرده، نه طمع توقع برای دلار بازی کرده. این ملت بود که دفاع از دین میکرد، دفاع از وطن میکرد. اون مردم مهاجر نیست، در سفر هر کس شریک میشه. در حدیث پیامبر علیه السلام که حدیث عمر رضی الله عنه، انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. کسی که هجرتش برای الله، برای متابعت رسول الله است، او مقبول است به خاطری که به خاطر الله و رسول الله است. و من كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها. معلوم شد دو کاروانه هم اقسام سیگانه مردم شریک بود. کسی برای رضای الله و حصول تابعداری رسول الله هجرت میکرد و کسی برای دنیا و کسی برای نکاح زن. در هجرت افغانستان هم امی قسم طایفه ها شریک بودن، میرفتن حرکت کردن. دیدیم تا امروز هم پس وطن خدا خوش نداره. میگن زمانی ما پس میم که جنگ نباشه، جنگ نباشه و برای خود کارخانه ها جور کردن. شما سوال بکنه تو را به الله قسم بچه مامایتم کشته شده، اولاد و فرزند خودت بگذار، خانهت خراب شده؟ نه، بلکه دبل خانه های مزینشان اینجا در کرای مؤسسات خارجی شد، معاشاتشان دبل شد. دیگه کدام آزار و اذیت دیگه را ندیده. ولی مهاجرینی که الله توصیف میکنه کدام مردم است؟ قرآن میگه یبتغون فضلا من الله. حرکتی از یازدار و دیار برای کدام هدف دنیوی، هدف شخصی نیست. یبتغون فضلا من الله، طلب دارن یا ثوابی که از جانب الله متعال داده میشه. ثواب در قرآن فضل گفته، فضل احسان میگه. احسان او کاری که، او امتیازی که، او احترامی که برای تو میشه اما در مقابل عوض نداشته باشی. این مهاجرین اعمال و عمل کرد و جهاد خود در مقابل ثواب الله بسیار ناچیز میدانه. ثواب الله را فضل فکر میکنه. او مردم است. ما مردم واری نیست که در مساجد در 3 دقیقه جماعت خلاص میشه باز دستار عین از سر خودم بالا گرفته، شفای مریضان، دعای فلانی، دعای فلانی، بدعتار ایجاد کرده. و مهاجرین بودن عمل خود در مقابل ثواب الله کم میدانستن، ثواب الله را فضل میشمردن که الله تو احسان میکنی سر ما مستحقی نیستیم. الله اکبر. یه عقیده، یه اخلاص امروز هم در کسی دیده میشه که قرآن توصیف از ما را میکنه. فضلا من الله، طلب ثواب از الله متعال دارن و حرکتشان برای کدام مقصد و غرض دیگری نیست. و رضوانا، از این بالاتر منظورشان فقط خوش نمودن الله متعال است که الله از یا راضی شود. انسان تمام غم و همش در دینی که انجام میده برای عزیز که الله متعال خالقم از ما راضی شود. الله اکبر. الله از پیشون راضی شده. قرآن ناطق است. آیت دیگر را باز براتون میگم که الله چی اعلان میکنه در مورد این اشخاص. قرآن چی میگه در اینجا برای ما؟ چی میگه؟ الله میفرمه و ینصرون الله و رسوله. الله اکبر. هجرت خو به خاطر رضای الله است، اما اونجا که رفتن نفس آسایش راحت کشیدن، از زیر شکنجه و فشار کفار به امن شدن، امونجا دار و دیار غنیمت دانستن، خود در یک گوشه آرام کردن، رای تجارت در پیش گرفتن، رای ازیر در پیش گرفتن که برای خود زن بگیره. نه، کتاب الله بیان میکنه، الله متعال شاهدی میده و ینصرون الله و رسوله. این مردم ها نصرت دین الله را میکنه. ینصرون فعل مضارع دلالت بالای استمرار میکنه، به طریق دوام در نصرت دین الله کوشاستن و به نصرت پیامبر صلی الله علیه وسلم کوشاست. ای طاعن،
ای دشمنی صحابی، بیا با کتاب الله جواب بگو که قرآن شاهدی میده که عمر خود در نصرت دین الله و در نصرت پیامبر صلی الله علیه وسلم تیر میکنه. آیا این مردم تو طعن و لعن میگی و مرتد میگی؟ تو با کتاب الله چه عقیده داری؟ کتاب الله را چطور فهم میکنی یا نوشته میکنی که دمو موقع الله این صفت از واره کرد، لیکن پس آنها باز یک تعدادشان چی شدن؟ گمراه شدن، نعوذ بالله مرتد شدن. ما تو به علم نیست و بدبخت که به سبا و به دیگه سبای خود علم نداری، به سالی آینده خود علم نداری، به عمل کرد دوست خود برادری خود علم نداری که آینده خطبه چی معامله میکنه. این گفته الله متعال است که همه حرکات و همه کیفیت و عمل کرد صحابی تا روز وفاتش برای الله معلوم است یا نه که معلوم نیست؟ آیا اون کسی که آینده مرتد میشه لالی از پیش مدح میکنه؟ همینطور میگه؟ ای افسوس که عقل چه بازی بالای آیات قرآن هم سرت میکنه. یک تفسیر مسایی کردم، نعوذ بالله این نکته را نوشته کرده، مردم عوام فریب میده. نعوذ بالله. ببین با آیات الله شما این کارا را کرده رایسته. در مقابل صحابه کرام قرآن شاهدی میده. الله میگه اولئک هم الصادقون، این طایفه صادق هستند. الله از قلبشان آگاه است که حرکتش برای چیست، رفتنش برای چیست، اقدامش برای چیست. الله شاهدی میده که یا صادقون است و تو برش مرتد بگو نعوذ بالله. قرآن شاهدی میده. قرآن شاهدی میده. این صفت مهاجرین الله بر یار معرفی که صادقین و قرآن ما را صراحتا امر میکنه و کونوا مع صادقین که ابوبکر رضی الله عنه از استدلال کرده. دوم طایفه انصار، کسایی که نصرت دین الله متعال کرده. قرآن چی میگه؟ والذین تبوأوا الدار، او کسانی که جاگزین شدن در دار، مراد از پیشش مدینه است. والایمان، او کسانی که حاصل کردن ایمان، جای هم آماده کردن، جاگزین مسکن گزین شدن و ایمان هم حاصل کردن. کی؟ من قبلهم، پیش از مهاجرین. نصرت دین الله را که الله میکنه اهل مدینه را پیدا میکنه. دو بیعت با پیامبر علیه السلام قبل از هجرت پیامبر علیه السلام صورت میگیره. نفرایش میه با پیامبر علیه السلام بیعت میکنه. بیعت سری چیست؟ بیعت سری است که یا رسول الله زمانی که تو در مدینه هجرت کردی ما نصرت تو را میکنیم، با جان خود، با مال خود، با خون خود. الله اکبر. در جنگ بدر زمانی که قافله قریش راه دیگری را گرفت، کمین خطا خورد. پیامبر علیه السلام اراده داشت که آل بالشکری که آمده برای دفاع کاروان باید مقابله شود، لیکن با مهاجرین با انصار مدینه منوره پیامبر علیه السلام بیعت در داخل مدینه منوره کرده بود که نصرت پیامبر علیه السلام بکنه. در بیرون قطعشان بیعت نشده بود. از او خاطر تعریضاً سخنا را پیامبر علیه السلام بار بار تکرار میکرد که اگر ما با کفار بجنگیم، سعد بن معاذ رضی الله عنه، سعد بن عباده رضی الله عنه کلانای انصار است، با پیامبر علیه السلام میگه یا رسول الله ما را گوشزد میکنی که آیا ما تو نصرت تو را میکنیم یا نمیکنیم؟ به الله قسم اگر در برک الغماد ما را فرمان بدی که بروی قتل رفته نیستیم و از تو دفاع کرده نیستیم. الله اکبر. امروز تو لاوبالی شخص میخیزی از شبکه تلویزیون یک مجموعه صحابه کرام لعنت میگی. چه قسم؟ این کدام وجدان است؟ این کدام ایمان است که بری تو اجازه داد؟ قرآن چی میگه؟ این مردم پیش از اینکه مهاجرین برسه ایمان اخذ کردن، ایمان در قلبشان جاگزین شده، مسکن گزیدن. باز چی میکنه؟ یحبون من هاجر الیهم، یک میمانه خوش نداری می مردم که بیگاه در خانیت بیای خواب دوستی تام است، صرف به خاطری که ولا ای برف و زمستان چطور تکلیفی از زیر بکشیم. یک میمانه برای یک شب خوش نداری. ای مسلمانی که تو طعن میگی به صحابه، خو الله متعال مدح او انصار میکنه. یحبون، دوست داره، من هاجر الیهم، کسی که طرف از واه هجرت میکنه و دوست دارن. چه رقم دوست داره؟ ولا یجدون، نمیابند در سینه های خود حاجتن، هیچ نوع احتیاجات، هیچ نوع ضرورت، مما اوتو،
از اون اموالی فیه که برشان داده شد برای مهاجرین، پیامبر علیه السلام به انصار گفت که انصار، برادرای مهاجرینتان چیزی نداره، اگر شو امین مال فیه مکمل برای مهاجرین بدیم. و گفتن یا رسول الله اینا خوب بده بلکه از اموال ما حصه جدا کو، از مال شخصی ما اینا برای برادرای مهاجرین ما بده. الله اکبر. حق و حسی خود خطیر است، مال شخصی خودم در اختیار مهاجرین میگذاره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. متعدد روایات در مورد این آیات در تفاسیر ذکر شده. یک واقعه مهاجری که چیزی نداره پیش پیامبر علیه السلام میگه که یا رسول الله گشنه هستم چیزی ندارم. در خانه پیامبر علیه السلام سعی میکنه چیزی نیست. یک انصاری را میگه این گشنه شده، انصاری قطع خود میبره، ولی انصاری زمانی که از همسر خود سوال میکنه که چیزی وجود داره، گفت همین قدر است که یک نفر کفایت کنه. گفت خیلی خوب. گفت چی معامله؟ زنای ما واری نیست که زبان بکشه او تا صبح تو را ملامت بکنه او داد و ویلا قتل بکنه. صحابی ایران میشه که چی کنه مالی؟ این خب برای یک نفر که زن برش میگه اولادا را میخوابانیم، یک حیله میکنیم و برای سیر کردن از این حیله دیگه میکنیم. زمانی که طعام پخته شد چراغ روشن کردیم، دمو فرصت یک کاری بکو که چراغ گل شود، تا که پس چراغ داغ میشه. شاید این آدم فکر بکنه که تو قطعش خورده رایستی، لیکن تو دستی تبیگی تا که طعام کلیشه و صحابی بخوره. امروز مردمی پیدا میشه همچون صحابه را چی میگه؟ میگه مرتد هستن، نعوذ بالله. امروز دل آدم چرا نکفه؟ چرا ما از همچون صحابه دفاع نکنیم؟ ای علمای محترم، دهنایتان بسته کرده، گروه های اندکی میخیزه و دینیتان جریحه دار میسازه، سندیتان جریحه دار میسازه. چرا لب شور نمیدیم؟ این صحابه را مزایاش بیان شود، این ملت آگاه شود. صحابه کدام مردم بود؟ به الله قسم در کلی تاریخ ما همینطور حالت سر ما آمده که ما نان اولاد خدا در دهن مهمان داده باشیم، خود ما گشنه نشسته باشیم. به الله قسم امروز هم ضرورت دین همینطور است. دین همینطور ضرورت داره. ای برادرها، نگویی که دین ضرورت نداره. امروز برادر و خواهر جوان ما چرا نوکری و چرا نعوذ بالله پیشابی کافری مطلقه در دفتر پاک میکنه؟ ای مسلمان، مصرف کو سرش، مال داری، نکو سود نخو، نکو توقع نداشته باش که برادرم دیگه هم غریب شوه که خانهش بخرم، دیگه کوچ بکنه مهاجر شوه. تو مسلمان هستی، ما تو موقع میدیم خواهر جوانت میره نعوذ بالله نق و پقی کافر قبول داره، آیا روز قیامت نمیاد؟ آیا الله متعال از ما و تو سرمایه‌دار و تجار الله سوال نمیکنه؟ ای پدری دختری که دختری در روان کردی، الله متعال از تو سوال نمیکنه؟ چرا عزت آبروی خودت تو خریداری نمیکنی؟ به خودت خودت خریداری کن. بان که یک دفعه قبر دیده شوه که امی از گشنگی مرد، دختری خودت در دفتر روان نکن، نوکری کافر نساخت، بان که همیطور قبر از تو یادگار بمانه. ولی کجاست؟ کدام غیرت است؟ امروز موچیب آیا به او دختری جوان، به او برادری جوان زمینه آماده کردیم که او از امی آیات قرآن آگاهی پیدا کنه، از دین آگاهی پیدا کنه؟ هی مالدار، ای تاجر، سری بودن باز پاش میکنی، سری سگ جنگی پاش میکنی، سری بوسکشی پاش میکنی، سری رقاص، سری او آوازخانه‌ای که ملت تباه کرده کنسرت جور میکنی و چقدر فیس میگذاری، چقدر تکت برش میمانی، سری از او مصرف میکنی. ای ملت بیچاره در روز قیامت از تو سوال میکنه، از تو سوال میکنه کدام مدرسه را برش ساختی، کدام عالم جیده به دست خود آوردی و همینطور استاد شدی در نماز جمعه که ملت این عالم ما آوردیم ترجمه قرآن میکنه، یک وقت شما به ترجمه بده، معاشش همه میدم، مشکلش همه رفع کردیم در کل افغانستان، همینطور یک شخص برای من نشان بده، بگه نشان بده کمی کار کرده باشه. داد از ایمان است. او صحابی به این آماده است، مهاجری که رفته شب و روز در خانهش است، شب و روز محنت میکنه، پیدا میکنه و در دهن مهاجر میده. ما تو چی کردیم؟
شما باور به الله بکنه امو کراکاری پاکستانی که کارم خوب میکنه صداقت هم داره سری هم از اون اعتراضاست که چرا پاکستانی آمده در وطن ما چرا کار نکنیم. او تو افغانی امی کراکاریت هم به الله قسم به صداقت نیست، به خیانت است. تو ایمان داری تو باز اعتراض بکن. ما حتی یک کسی دیگر کار کردن در وطن خود نمیدیم. همین تو افغانی نبودی؟ سمرقند و بخارا چرا از دست رفت؟ تو افغانی برش جای ندادی، به مهاجرش تقویت نکردی. امروز داد لاف از اسلامیت میزنی، میگی حق دادی. ببین مهاجره، ببین مهاجرینه که وا چی کردن، نصرت به چی چیز میشه. امروز کسی گفته میتونه؟ ما میگیم دین الله متعال الله به واسطه کمک انصار در گوشه گوشه جهان رساند. اگر وان نصرت و همکاری پیامبر نمیکرد حکومت جور کرده میتونست؟ سنگر جور کرده میتونست؟ حمله ها سر کسی کرده میتونست؟ های افسوس، یک نقش جنگ حنین مطالعه بکو و یک دفعه نظر بکو، یک دفعه نظر بکو. الله اکبر. کلان انصار تیر خورده در دستش، پیش مادری خود آمده، مادرش تداوی میکنه، مادر روی ملامت میکنه که پس برو. عایشه رضی الله عنها برش میگه که مادر دل ترحم کو سری بچیت، این خود زخمی شده. او میگه نه 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 زخمی شده پس باید در میدان بره. این زنی انصاری است. الله اکبر. تو امروز در مقابل همینطور اشخاص موقف داری که دین تقاضا میکنه این موقفه. الله اکبر. آدم یک دفعه در متوجه شود که دین نصرتش توسط چی میشه. ما چی کردیم؟ بار بار ما ایره میگم ای ملت به الله قسم ای دنیا و ملک و مال رفتنیست. ای جناب تاجر، ای جناب سردمدار که وزیر و وکیل و فلان هستی، او نقشه به نقشه قدم به قدم تعمیرات اضافه شده رایست، تانگیتیل اضافه شده رایسته، کشتیای اضافه شده رایسته و روز به روز در دوبای دکانا خریده رایستی. یک روز در پیش الله متعال پیش میشی. ملت جواب میگی. الله متعال در این مورد ملت از تو سوال داره. یک کمی به الله قسم نمیمانی همینطور رفتنیستی. الله متعال از تو سوال داره عقیده به آخرت داری یا نداری؟ چرا دفاع از دین نمیکنی؟ چرا هر کس بخیزه سند دین ما را تمسخر کنه، لعنت کنه، طعن کنه؟ قرآن برای ما چی میگه؟ ولو کان بهم خصاصه و یؤثرون علی انفسهم. ترجمه ده بالای خودشان با ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خود خیلی ضرورت دارن ولی بیچاره یا میخوان مهاجری که مسافر است برای از او طعام تهیه بکنه. الله متعال میگه هر کسی تو صفت کبایی کرده نمیتونه. این صفت از جانب الله به کسی نصیب میشه. و من یوق شح نفسی، کسی که از بخل باطن محفوظ و مسئول شوه. الله چی میفرما؟ فاولئک هم المفلحون. این مردمی چی است؟ کامیاب و رستگار است. الله متعال مستحقین فا بیان کرد. مهاجرین است، انصار است. سوم طایفه کیسته؟ سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه میفرما گروه مسلمانان سه طایفه است. دو طایفه تیر شده گذشته، مهاجرین و انصار که در دو آیت تیر شدند. در گروه سوم خود شامل کن، داخل کن. این گروه سوم لازم بگی والذین جاءوا من بعدهم، و کسانی که آمدن پس از مهاجرین و انصار. چه رقم مردم است؟ چه صفتا داره؟ یقولون ربنا، میگویند در زبانشان جاری است ای پروردگار ما اغفر لنا، برمان بخشش کو، ولی اخواننا الذین، و به او برادرای ما سبقونا بالایمان، که از ما پیش شدن در ایمان آوردن. الله اکبر. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. الله در دل ما نگردان کینه حسادت برای او کسانی که مؤمن بودن. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار واقعا تو مهربان ذات هستی، رحم کننده هستی. موقع طایفه سوم در مورد دو طایفه که در او حالتای با پیامبر نصرت کرده، که ان شاء الله در آیت دیگه از سوره حدید باز بخیر تشریح میکنیم. در اونجا براتون میگم که مزیت صحابه بالای دیگه مردم چی است، موقف تو چی است. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که پس از جامعه، این تنها برای تابعین نیست، آیت عام است.
تا روز قیامت که مردم میا وظیفهشان است که در مورد صحابه با وصفی که لغزش کردن، با وصفی که نزاع و تشاجرات به اینشان پیدا شده، ما حق نداریم زبان طعنه دراز بکنیم. وظیفه و مسئولیت ما را قرآن مشخص میکنه که دعا برش میکنه. چی برش میکنه؟ دعا برش میکنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. الله برمان بخشش کو، به او برادران بخشش کی که از ما در ایمان سبقت جستن، پیش دستی کردن واقعا، و بعد از میگه که در دل ما کینه پیدا نشود. از امو خاطر امام مالک رحمه الله میگه کسی که صفت داشته باشه مستحق فی نیست. چرا الله متعال مستحق فی او گروه سومی را گردانیده که برای صحابه دعا میکنه، برای مؤمنای سابق دعا میکنه و در قلب خدشه کینه در مورد ازوا موجود نباشه. قرآن برای ما درس داد که موقف او کسایی که واقعا دعوای ایمان داره در مورد صحابه چی باشه، چی ضرورت است. تاریخی از او را تاکو بالاکو و شبههایی را در قلب جا بده، نعوذ بالله. از او خاطر شما فداکاری و حکایت صحابه را بخوانید که یک مرتبه عقلتان بگوید که یاران اینطور شخصان پیدا میشه که می کار انجام داده باشه. واقعا کردارهای صحابه عقل برش حیران است. الله متعال ما را توفیق بده. به می آیت اکتفا میکنیم ان شاء الله، سلسله را ادامه میدیم تا که ما بدانیم که واقعا ما که مستحق امین نعمت بزرگ دین خود شدیم توسط کی شدیم. الله متعال محبت صحابه را در قلب ما جابجا بسازه و از ما از دهن ما ادناترین سخنی که در اونجا شان صحابه کرام پایین میاد الله متعال در زبان ما نبیاره و او زبان الله از ما قطع کنه که ما در مورد صحابه گپی گفته بتانیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق